سلام دوستان، محمد رضا هستم و در این ویدیو به معرفی تراکتور 1075 می‌پردازیم. این تراکتور دارای موتوری 4 سیلندر که مجهز به سیستم توربوشارژ هست که 75 اسب بخار نیرو تولید میکنه و در اینجا کابینش رو میبینیم که تقریبا میشه گفت که کابینش با تراکتور 399 یکیه و هیچ فرق خاصی آنچنان نداره و این تراکتور رو ما بدون اتاق از نمایندگی خریدیم که از تبریز برای ما فرستادن و اینکه وزنش 3 تن و 570 کیلوگرم هست و میتوان گفت که این تراکتور 475 جفت رو تقویتش کردن، سر سیلندرش رو، و سیستم توربوشارژ براش اضافه کردن و طولش رو هم اضافه تر کردن. و در اینجا پشت تراکتور میبینی که گاوهن سخش بهش وصله، جک ها و مالبندش، و تراکتور 1085 هم میتونه گفت که همون 485 هست و همون تراکتور هم یک تقویتی کردن، یک سیستم توربوشارژ براش اضافه کردن. و در اینجا کاپوت دادم بالا، داخلش رو نگاه میکنین. سمت چپ تراکتور بخش اگزوز، ورودی هواکش، فیلتر، محفظه فیلتر هوا، اینترکولر و رادیاتور روغن، و جلوی اونا که باکش با ظرفیت 116 یا 126 لیتر فکر کنم، و در آخر ویدیو تمامی مشخصاتش هستش. یا سمت کاپوتش، سمت چپش، و اینجا توربو رو میبینیم. حتما داخل دفترچه راهنما خیلی تاکید کرده که قبل از حرکت کردن بذارین تا موتور خوب گرم شه و قبل از خاموش کردن هم حتما بذارین خوب موتور سرد شه که به سیستم توربو فشار و آسیبی نبینه. این عکس داخل نمایندگیه که تراکتور تازه از رسیده از تبریز و میبینید که بدون اتاق هم هست. اینجا اتاق واسش نصب کرده بودیم و اینجا دستورالعمل استفاده از توربوشارژ رو نوشتم. امیدوارم دوستان از این ویدیو لذت برده باشین و بدرود.